مبحث این قسمت رو اختصاص دادیم به دستور شرطی ایف که میشه گفت یکی از مهمترین دستورات حالا و فانکشن های موجود در اکسله و یک فرمول شرطی است و ما تمام شروط خودمون رو میتونیم با این فرمول انجام بدیم. خب میریم شروع کار میکنیم ببینیم چطور میشه باش کار کرد. من مقدار بزرگ نمایی میکنم که بهتر بتونیم درک کنیم. من میام اینجا به فرض مثال اسمی رو تایپ میکنم، به فرض مثال علی، و اینجا میخوام که اگر اینجا علی بود بیاد و برای ما حالا پیام خاصی رو نمایش بده. امتحان میکنیم مساوی ایف، دستور ایف، پرانتز رو باز میکنم. خب حالا سینتکس رو هم دقت بفرمایید. ایف که دستور ما بود توی پرانتز لوجیکال که تست میتونه باشه، لوجیکال به معنی شرط ما هست. ما شرط رو اینجا درج میکنیم. اگر شرط ما صحت داشت این قسمت انجام میشه value is true، و اگه شرط ما صحت نداشت و مقدار باز نگردون این قسمت انجام. پس سه قسمت داریم: شرط، صحت و عدم صحت شرط. خب ما شرطمون این هست که این سلول اگر این سلول مساوی با، ببینید دقیقاً علی به این شکل با کرکتر کوتیشن یادداشت میکنیم، این رو تایپ میکنیم و سمیکالن. اگر این برابر با اون، حالا قسمت ببینید این قسمت پررنگتر شد، این قسمت میشه اگه صحت داشت. اینجا به فرض مثال می نویسیم اوکی اوکی و این رو من به این شکل میبندم، سمیکالن. عدم صحت به فرض مثال نو و این رو هم میبندیم. ببینید پس من سه قسمت داشتم: قسمت اول که از اینجا تا اینجا بود، قسمت دوم از اینجا تا اینجا و قسمت سوم. حالا پرانتز رو میبندم و اینتر میزنم، ببینید اوکی هستش. حالا من اگر اینجا غیر از علی بنویسم اینتر نو میشه. حالا حالت دیگه ای رو میخوام شما. حالا بیایم سراغ عددی. من عددی رو اینجا درج میکنم، میخوام بگیم اگر نمره بالاتر از 10 شد ایشون قبوله و زیر 10 ایشون مردوده. خب من مساوی میزنیم ایف پرانتز باز این سلول بزرگتر و مساویه. خب دقت داشته باشین بزرگتر و مساوی 10 بود. اگر حتی بعد علامت رو باید دقیق بزنیم، مساوی هم میتونه باشه چون بزرگتر و مساوی 10 خود 10 رو هم شامل میشه. اینجا سمیکالن، اینجا برای ما بیاد و بنویسه به فرض مثال پاس. خب و در غیر این صورت بیاد برای ما بنویسه نو به فرض مثال و این رو باز میبندیم. خب حالا اینتر که بزنیم ایشون پاس هست و اگر 9 زده بشه به طور اتوماتیک 10 هم پاس هست. حالا میخوایم کار دیگه ای انجام بدیم. بیایم و یکم گسترش تر بدیم. به فرض مثال من اینجا میام به فارسی انضباط اینجا درج بکنم و اینجا هم معدل. خب انضباط رو عدد 18 در نظر میگیریم و معدل رو به فرض مثال 17 در نظر میگیریم. خب این دو رو ما اینجا قرار دادیم و میخوایم یه کاری انجام بدیم. بگیم که اگر شخص معدل بالاتر از 17 یا بالاتر آورد به انضباط یک نمره اضافه کن. در غیر این صورت اگر پایین تر بود از انضباط 1.5 نمره کم کنیم. امتحان بکنیم مساوی ایف پرانتز باز بباشین ایف پرانتز رو باز. اگر پس قرار شد اگر معدل بزرگتر مساوی 17 بشه سمیکالن انضباط به اضافه 1. در غیر این صورت میتونیم 1.5 نمره کم کنیم، پس میشه همون سلول منهای 1.5 که به این شکل بنویسیم و اینتر میکنیم. ببینید پس چون معدل این شرط رعایت شد پس این شد دقیقاً 19 و اگر 16 بزنیم ببینید 16 این 16 و نیم میشه، یعنی 18 1.5 نمره کم میشه. پس این از شرط ها بسیار پرکاربرد هستن و من خیلی میتونم از اینها استفاده کنم. خب میایم اینجا دو تا سلول دیگه، اینجا 2 تا درس دیگر رو میذاریم، به فرض مثال ریاضی و فیزیک. خب
اگر یادتون باشه ما اومدیم اینجا گفتیم که اگر شخصی 17 و اینجا 18 بزنیم، ریاضی بالاتر از 17 و فیزیک بالاتر از 18 رو بیاره، میتونه مثلا رشته خاصی رو که مورد نظر ما بود قبول بشه. در غیر این صورتی امکان برای این شخص وجود نخواهد داشت. حالا چطور این کار انجام میدیم؟ ما اومدیم با اند این کار انجام دادیم. یک بار دیگه اند رو می نویسم که شرط منطقی بود. اند خب پرانتز باز بکنم، این سلول بزرگتر مساوی 18 سمیکالن این سلول بزرگتر مساویه به فرض مثال 17 میزنم، خودش رو میزنیم و اینتر میزنم. میبینید فالس هست، یعنی هیچ کدوم از این، یکی از این دو طرف قضیه ما که حداقل میتونست دوتا باشه انجام نشد. ببینید اولی 18 بود، پس این 17 پس انجام نشده. خب حالا میخوایم فارسی این رو بنویسیم. من if رو مینویسم، پرانتز رو باز بکنم if. خب حالا البته من این رو ببخشید اینجا مساوی رو قرار ندادم. خب اگر اند کردم اند، خب اگر اند این بزرگتر مساوی 18، همون رو دقیقا اند رو اینجا میزنیم، البته بدون مساوی، چون مساوی رو ایف به خودش اختصاص میده و در دل ایف این رو ما مینویسیم. پس ما میگیم اگر اند شد و 34 بزرگتر مساوی 18، همچنین 35 بزرگتر مساوی 17 شد، بیا و برای ما پرانتز رو میبندم. خب اگر این اتفاق افتاد، حالا سمیکالن اینجا، حالا من این رو میذارم و بعد فارسی اون رو مینویسم، پرانتز رو هم میبندم، حالا فارسی میکنم، اینجا مینویسیم به فرض مثال قبول و اینجا مینویسیم مردود به فرض مثال. خب و اینتر میکنیم. ببینید الان مردود میزنه و به جای فالس. حالا اگر نمره 18 در نظر گرفته بشه اینتر، ببینید هم تورو میشه هم پس معادله تورو رو ما اومدیم چیکار کردیم؟ فارسی درس کردیم. منتها باید شرط رو به این نحو خیلی باید دقت داشته باشین که اشکالی نداشته باشه توی تایپ فرمولمون. حالا میخوایم کارهای دیگه انجام بدیم. ما یک سری نمره اینجا، یک سری نمره اینجا داریم و یک معادلی هم اینجا گرفتیم که یک بار دیگه هم میتونیم کار انجام بدیم. این رو هم حذف میکنم، من این قسمت رو هم حذف میکنم چون نیاز به این قسمت نداریم. خب ما میایم اینجا و میخوایم بگیم که اگر معادل بالاتر بود یک عملی رو برای ما انجام بده. خب مساوی if پرانتز باز، حالا اینجا average اگر average از اینجا تا اینجا، پرانتز رو میبندم، میانگین از اینجا تا اینجا بزرگتر مساوی 17 بود، سمیکالن به فرض مثال اینجا A بر ما در نظر بگیر، در غیر این صورت سمیکالن بیا و B و حالا شرط بعدی رو انجام بده و پرانتز رو هم میبندم و اینتر میزنم. ببینید B برای ما در نظر گرفت، پس این رعایت نشد. ولی اگر اجازه بده من این رو آپدیت بزنم، خب اگر من بیا معادل رو بالاتر ببرم، این 13 رو من به فرض مثال 18 در نظر میگیرم که بالاتر بیاد، نه بازم نشده، مثل این که این رو هم 19 میزنم، الان A شد. پس ما تونستیم این کار رو انجام بدیم و بسیار ساده میشه این کار انجام داد. خب حالا میخوایم کار دیگه ای باز انجام بدیم. خب من اینجا میام و اول معادل حساب میکنم، average محدود رو انتخاب کنم و اینتر بزنم. ببینید معادل اینجا به دست میاد. خب این معادل اینجا به دست اومد. حالا که معادل به دست اومد، معادل دقیقاً 17 هستش. حالا به این شکل مساوی if این سلول بزرگتر مساوی 17 سمیکالن A باز دوباره ایف. ببین ایف تو در تو هستش. باز بیایم اینجا یک بار دیگه، ببخشید اینجا ایف پرانتز که باز شد، در دل پرانتز باز دوباره همون سلول
این بار بزرگتر مساوی 15 سمیکالن بنویسه B، میبندم این رو، باز دوباره سمیکالن if پرانتز باز همین سلول بزرگتر مساوی 12 سمیکالن. من این رو این طرف در قرار بدم تا بهتر بتونیم درک کنیم. خب بزرگتر مساوی 12 توی سمیکالن بیاد برای ما C در نظر بگیره، میبندیم باز if پرانتز رو باز میکنم، باز همین سلول بزرگتر مساوی این بار 10 در نظر میگیریم، سمیکالن میایم اینجا D در نظر میگیریم، باز دوباره سمیکالن if، حالا یا D در نظر بگیره و در غیر این صورت خب بیاد اینجا برای ما E در نظر بگیره. خب تعداد پرانتز هایی که باز کردیم رو ببینید، 1 2 3 4، پس 4 تا هم باید بسته بشه. خب ببینید چیکار کردیم. ما گفتیم که اگر این سلول بزرگتر مساوی 17 بود بیا شما بگو A، و در غیر این صورت اگر بزرگتر مساوی 15 بود B، در غیر این صورت بزرگتر مساوی 12 بود C، بزرگتر مساوی 10 بود D، و در غیر همه اینها که کمتر از 10 میشه ای رو بر ما نمایش بده. اینطور که بزنم ای در نظر میگیره. حالا کافیه معدل رو من بیارم پایین، ببینید C میشه، باز معدل رو پایین میارم، ببینید باز پایین تر میارم، ای میشه. پس همینطور که معدل پایین میاد این هم میتونه تغییر پیدا کنه. خب مبحث رو تا همینجا نگه میداریم، میریم سراغ مباحث بعدی و تکمیل تر کردن ترکیب فرمول ها با ایف و با یکدیگه.